میگن اسمم در اومده. آها، چند وقتی که شما دنبال خرید محصولات ایران خودرویید؟ هست یه 6 7 10 سالی هستش میخوام پرایدی بسونم. به به، به سلامتی. پراید به نظر شما ماشین خوبیه؟ پراید ماشین نه خوبی نیستش. خب پس چرا میخرید؟ مرض داری. خب ماشین مال خودمونه، ایران خودرو نمیدم بهمون دیگه، چی بسونیم؟ خارجی بسونیم، همینا به زور رسوندم. خب ببینید ها. ایران خودرو خب. یه طرح برای افزایش جمعیت گذاشته، به این صورت که مادرایی که داره چی گذاشته؟ یه طرح برای افزایش جمعیت. طرح افزایش جمعیت ایران خودرو. خب بله به این چیزه؟ صورت که مادرایی که داره 2 فرزند باشن میتونن پراید ایران خودرو رو با قیمت کارخونه دریافت کنن. حالا به نظر شما این طرح خوبیه؟ این طرح برای افزایش جمعیت نه، طرح خوبی نیستش. بهترین طرح برای افزایش جمعیت اینه که کارخونه رو پلان کنن، دیگه ماشین تولید نکنن، کشته ندید، خود جمعیت میره بالا. اینا خودش داره جمعیت کم میکنه. حلال و